تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام. سرخط موضوع‌های مهم. بر اثر زنازانی گروهی میان خوانندگان سه مکتب شهر دوشنبه 2 خواننده کشته شدند. بچه ما بردیان کشتیان رکش زدی خود. آخی رکشی که کشتی آخی اکشنده و با شروع سال 2017 در تاجیکستان حجم جریمه و پرداخت‌های حتمی دولتی زیاد گردید. در سر میگو که جریمه 500 تومان شوه خالده ضرر میوره خلق مده لیکن یوره یک جزای بدن که میم بدمی کارشونه نکنه. و شرکت برق تاجیک وعده داده است که در سراسر جمهوری لیمیت تامین برق کاهش یافته اهالی تا 17 ساعت از نیروی برق بهره برداری خواهد کرد. بر اثر زنازانی گروهی میان خوانندگان سه مکتب شهر دوشنبه 2 خواننده کشته شدند. این حادثه شب دوم با 3 ینور در یک از اینترنت کافه های واقع در ناحیه سینای پایتخت رخ داده است. سبب های مناقشه تا به حال معلوم نیست، اما با گفته نزدیکان یک از قربانیان پلیس چند نفر را در این رابطه بازداشت کرده است. شادمانی یتیم این موضوع را تحقیق و با پیوندان یک از نابالغان کشته شده صحبت کرد. می بچه ما بردیان کشتیان رکش زدی خود. آخی رکشی که کشتی آخی اکشنده و مادر سامان شریفوی 17 ساله یکی از 2 نفری در مناقشه شب دوم به سوم هلاک شده میگوید شب حادثه ساعت‌های تقریبا 9 یک نفر به پسرش زنگ زده به بیرون دعوت کرده است. سامان به مادرش گفته است که یک دوستش را گسیل میکند و بر میگردد. بعد از 3 ساعت آنها خبر یافتند که پسرشان کشته شده است. بردیان کشتیان داده. همین یک لحظه من در خونه میرم ایس نگاه میکنم خبرم تلفن کردن خیلی یکون مینوت نموندیان هم دفتیان کورچه زدیان کشتیانش اگر یک رگای اگر که در همو میبردن و دخترک و بچه من خیلی نمیشید. حادثه کارزنی میان جوانان شب دوم به 3 ینور در نزدیکی دانشکده حربی واقع در محله 103 رخ داده است که در نتیجه آن به غیر از سامان شریف و ابراهیم نو جوان دیگر هم هلاک شده است. این زن و زنی میان خوانندگان مکتب‌های شماره 43 54 و 101 ناحیه سینای شهر دوشنبه و ختم کردگان همین مکتب‌ها رخ داده است. سامان شریف و خواننده مکتب شماره 54 بوده در صنف 11 هم تحصیل می‌کرده است. هنگام حضور ما در این مکتب رهبریت آن در مجلس حکومت ناحیه بودند و آموزگاران هم با این سبب نخواستند درباره خواننده خود و خصلتش صحبت کنند. تنها آنها گفتند که سامان 2 سال اخیر در اینجا تحصیل میکرد. در همین حال از معارف شهر دوشنبه گفتند که از این حادثه آگاهند و با آموزگاران این مکتب ها صحبت دارند. به دلیل وارد نکردن خلل به جریان تفتیشات از شرح بیشتر این موضوع خودداری میکنند. یکی از آموزگاران که نخواست نامش افشا شود گفت سرکرده زنازنی میان مکتبچه‌های صنف‌های بالایی مؤسسه‌های تحصیلات عمومی شماره 43 54 و 101 ناحیه سینا آنهایی بودند که مکتب را سال گذشته ختم کرده بودند. سبب‌های این زنازنی تا به حال معلوم نیست، اما در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا گفتند که پلیس چند نفر را در این رابطه بازداشت کرده است و در حال حاضر آنها در بازداشتگاه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی نگهداری می‌شوند. تا لحظه آماده شدن این گزارش وزارت کارهای داخلی جزئیات این حادثه را رسما شرح نداد. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه. رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا جون برنن میگوید آن افرادی که گزارش تا حال نشر نشده این خدمات را درباره حمله هکری روسیه در دوره انتخابات پرزیدنتی آمریکا تنقید میکنند باید از اول خود گزارش را ببینند. روز سه‌شنبه جون برنن در برنامه خبری تلویزیونی PBS آمریکا مهمان بود. یگان خدمات استخبارات عالم به مانند خدمات استخبارات آمریکا امکان تشخیص و تحلیل را ندارد. به آنهایی که تا حال گزارش را ندیدند و به آنها درباره محتوای آن معلومات ندادند گفتنی هستم که اول با تحلیل خدمات استخبارات آشنا شده سپس قضاوت کنند.
به قول خبرنگاران ریترز، این پاسخ رئیس CIA یا خود سر او به تنقید پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ است که واقعیت گزارش خدمات را زیر شبهه برده است. به گفته ترامپ، خدمات استخبارات درباره ذخیره سلاح کشتاری جمعی صدام حسین هم گزارش داده بودند ولی آن ثابت نشد. در جریان صحبت، رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا درباره جولیان اسانج رهبر گروه ویکیلیکس ابراز نظر کرد. ضمناً اسانج تاکید کرده است که از روسیه درباره پیام‌های الکترونی نامزد پرزیدنت حزب دموکرات هیلاری کلینتون معلومات نگرفته است. در افغانستان خبرنگاران حیات خود را زیر خطر گذاشته سعی میکنند مردم را از رویدادهای کشور آگاه نمایند. ذبیح الله دورندش، خبرنگار افغان 5 سال اینجانب در تلویزیون خورشید کابل ایفای وظیفه میکند. اخیرا اسلام‌آبادستان او را زورند به ماشین شینانیده به جای نامعلوم بردند. دورندش می‌افزاید وقتی او را از ماشین بیرون کردند، صدای تیرپرانی به گوش رسید و او از فرصت استفاده برده فرار کرده است. صرف نظر از تهدید و فشارها، این خبرنگار افغان تصمیم گرفته است به اسلام‌آبادستان و جنگجویان سرخم نکند. که خودم جانم در خطر است و خطر قبول کردم، اما تلاش دارم که تا که حد در توانم باشه حداقل بتونم مردم ما از مشکلاتی که دارند و رنج میبرند اطلاع رسانی بکنم، آوازشان بر زمامداران حکومت برسانم. برای صحبت در این موضوع ما به استودیو احمد حنایش، رهبر سازمان غیر حکومتی کهکشان را دعوت کردیم که از حقوق خبرنگاران در افغانستان دفاع میکند. خوش آمدید به برنامه ما. تشکر شما. آقای احمد، ببینید، در حالی که در مرکز کابل خبرنگاران تا این حد به خطرها روبرو هستند، پس در شمال این کشور که شما به واسطه در اونجا فعالیت میکنید وضع چگونه است؟ سلامت. دقیقاً به یک موضوع بسیار مهم شما اشاره کردین. در پایتخت افغانستان در کابل خبرنگاران هر لحظه با حوادثی که پوشش میتن، با فعالیت‌های رسانه‌ای میکنن، این واقعاً از لحاظ روانی مسئولیت کامل ندارن. هر لحظه تهدید متوجهشان است، هر لحظه با دشواری‌های زیادی روبرو میشن از نظر خطرات امنیتی، ولی کار میکنن، زحمت میکشن در این راستا و مسلکشان از شغلشان است و شما میبینین که هر قدر فشار میایه، هر قدر از لحاظ از که در کارشان مشکل امنیتی وجود داره، بازم کار میکنن، بازم زحمت میکشن، بازم به کارشان ادامه میتن. در چنین شرایط صادق ماندن به رسالت خود با بهای جان تا کدام حد ارزش دارد و آیا حکومت افغانستان برای حمایت از این خبرنگاران یگان چاره میاندیشد، تصمیم روی دست دارد؟ من فکر میکنم که حکومت ظاهرا چیزی داره که میگه تلاش زیاد میکنه برای حفظ ای که آزادی بیان در افغانستان به اصطلاح حفظ شود، برای حفظش کار میکنه، تلاش میکنه، اما تعدادی از ژورنالیست ها هستند که راضی نیستند به خاطر از اینکه اکثر موارد ناامنی که در مقابل خبرنگارا به وجود آمده برای پیگردش زیاد به اصطلاح اقدامات مؤثر صورت نگرفته. خبرنگارا تهدید شدن، خبرنگارا به قتل رسیدن، ولی تا حال عاملینش درست به پنجه قانون سپرده نشدن، محاکمه نشدن. این یک نوع فرهنگ حاکمیت، فرهنگ معافیت برای این کار ادامه داره، ولی بازم با وجودی که حکومت میگه تلاش زیاد میکنه، من فکر میکنم که حکومت بیشتر مسئولیت داره در قبال قضیه، به دلیل اینکه خیلی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان است آزادی بیان امروزی. این آزادی بیان همین فعالیت خبرنگارا و رشد رسانه هاست که چرخش به گردش آورده. آیا در چند سال اخیر یا در یک سال اخیر چقدر خبرنگارا کشته شدند؟ تنها در سال 2016 شما باور کنید که بیشترین رقم ما تلفات خبرنگارا رو داشتیم، در حدود نزدیک به 10 نفر رسیده تعداد خبرنگارا که به قتل رسیدن. حتی در بعض مواردش که مثل یک حادثه کلانی که در کابل بود، بیشتر خبرنگارا تقریبا 7 نفر در او به قتل رسیدن. تا حال نزدیک به بیش از 10 خبرنگار ما تنها در سال 2016 راجستر داریم که به قتل رسیدن. 10 مورد دیگه ضرب شتم داریم، چندین مورد زندانی داریم. تهدید و هر لحظه که احساس عدم مسئولیت دارن، احساس ناآرامی، مسئولیت روانی ندارن، این یک چیز بسیار واضح است. و از همه مهمتر یک نوع خودسانسوری بر خبرنگارا داره در حال حاکم شدن است. مجبور میشن اگر به حقایق بی پرده افشا کنن، به نشر بسپارن، جدا هیچ تضمینی برای مسئولیتشان وجود نداره. یاد راست میشوه مهمون ما احمد حنایش بود، رهبر سازمان غیر حکومتی کهکشان که در افغانستان از حقوق خبرنگاران دفاع میکند. خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر از شما.
مصاحبه رادیو آزادی با عمومی حقوق خبرنگاران افغان را در شکل پورا در سایت ما www.azadi.org تماشا کنید. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. با شروع سال 2017 در تاجیکستان حجم جریمه و پرداخت‌های حتمی دولتی زیاد گردید. مبلغ همگونه جریمه فرزان از ویران کردن قاعده‌های حرکت درو تا جریمه برای جنایت‌های سبک طبق نشاندهنده برای حساب‌ها شمرده می‌شود. برای وکیلان اندازه این نشاندهنده در سال نو از 40 سومانی تا به 50 سومانی بالا برده شد. امردین علیمов موضوع را ادامه می‌دهد. اندازه نشاندهنده برای حساب‌ها طبق قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2017 بالا رفت. این قانون که در اواخر سال 2016 از جانب وکیلان پارلمان تصدیق کرده شده بود، از روز اول سال 2017 به اجرا درآمد. طبق این نشاندهنده همه نمود جریمه ها شروع از ویران کردن قاعده های حرکت را تا به جریمه برای جنایت های سبک حسابی کرده می شود. به احتمال زیاد نخستین شده بالاروی جریمه ها را راننده ها در تاجیکستان احساس می کنند. برای مثال جریمه اطاعت نکردن به چراغک راهنما از 3 نشاندهنده برای حساب ها شروع می شود. به حساب سامانی اگر تاکنون جریمه چراغک راهنما 120 سامانی باشد، همکنون آن به 150 سامانی خواهد رسید. جریمه را اگر شما برداشتنی باشید، اگر این چخل این فرهنگ اونها بلند نمی شود. حال آنکه این رو برای چخل گویم با از روی آینه نیلگون، از روی رادیو این رو مثل تشویقات نشان دادن در کار. ما در سر میگم که جریمه 500 تومان شوه خلق ضرر میوره خلق مده، لیکن یوره یا جزای بدن که این بدمی کارشونه نکنه. ای سبب سستی همه ها جریمه شمیتون گفتم قایده ویرون میشه. اند کوتوتره کش کنن، کمتر کنن جریمه رو جزاشونه سختتر کنن. به همین منوال جریمه همه نمودهای دیگری ویران نمودن قاعده های حرکت را بالا خواهد رفت. تغییرات مذکور همچنین به آنهای نیز تأثیر خواهد کرد که برای تایید حجت به اداره نتاریوس می روند. حجم خدمات رسانی نتاریالی نیز از روی نشاندهنده برای حساب کرده می شود و طبیعی است که نرخ آن هم بالا خواهد رفت. اما قرار است در سال جاری نرخ بعضی از پرداخت‌های دولتی پایین برده شود. از جمله باج گمرکی برای واردات ماشین‌های نو قرار است این سال تا 50% پایین برده شود. و آنها هم که شرکت سیاحی باز میکنند طی 5 سال آینده از پرداخت انداز آزاد خواهند بود. در این رابطه رئیس جمهور امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش به پارلمان مژده داد و قرار است در فرصت‌های نزدیک این در عمل جاری شود. امردین علیمov، عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه. برنامه را با یک خوشخبر ادامه میدیم. شرکت برق تاجیک وعده میدهد که شروع از فردا یعنی 5 ینور لیمیت روزانه برق در تاجیکستان بیکار کرده می شود. ساکنان منطقه کشور که تاکنون در یک شبانه روز طریق لیمیت همگی 12 ساعت نیروی برق می گرفتند، از ساعت 5 سحر تا 10 بیگاه بدون محدودیت با برق تامین خواهند بود. شرکت برق تاجیک با دلیل سردی و کاهش آب دریای وخش سر از 1 نوامبر سال 2016 از جاری شدن محدودیت انتقال برق خبر داده بود. حالا افزایش حجم انتقال نیروی برق در فعال شدن مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه 2 و همچنین ذخیره کافی آب در آب انبار نورک ربط داده می شود. تاجیکستان که در فصل زمستان به تقریبا 12.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق احتیاج دارد، هر سال از ماه اکتبر تا ماه می مجبور می شود نیروی برق را به اهالی و کارخانه ها با لیمیت خیلی شدید تقسیم کند و از بخصوص در مناطق روستایی و کوهستانی بعد است که بعضی مناطقش تا چند روز از نیروی برق پورا محروم می گردند. و اکنون از ورزش میگوییم. سازمان جهانی فایت نایتس که با تشکیل محاربه های رزمی و آمیخته در جهان معروف است، در تاجیکستان ورزشکار میجوید. در نظر است ماه فوریه سال روان در دوشنبه برای نخستین بار محاربه این سازمان برگزار گردد. در این باره کامل حجیو رهبر سازمان جهانی فایت نایتس ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه خبر داد. ما یک شریک کاری داریم که اسمش جبار قربانوف است.
وی در گذشته بسیار تلاش کرد که ورزشکاران تاجیک در محاربه‌های آمیخته در روسیه اشتراک کنند. ما محاربه ورزشکاران را دیده به خلاصه آمدیم که در تاجیکستان ورزشکاران خوب کم نیستند. از این خاطر در تاجیکستان با برگزاری محاربه ورزشکاران نو را می‌جوییم. با این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت ozodi.org و صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.